بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت همه دوستان عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفتمین جلسه از درس شناخت سیاست اسلامی در بحث سیاست در دوران مکی و مدنی قرار داریم. در جلسه گذشته ما و شما مبحثی خواندیم در رابطه به سیاست قبل از اسلام در شبه جزیره عرب که در واقع هیچ کدام سیاست منظم و اصلا سیاستی در واقع وجود نداشت، بلکه یک نظام قبیله‌ای بود و در خارج از شبه جزیره عرب هم سیاست ها رو معرفی کردیم و مقارنه کردیم با سیاست اسلامی. و حالا می‌خوایم در این جلسه انشالله بخوانیم که در سیاست اسلامی از ابتدا که شروع شد در دوران مکی به چه شکل بود، در دوران مدنی به چه شکل بود. اینجا یک نکته رو دقت کنین، خیلی از افراد امروز خصوصا سکولارها میخوان این سوء استفاده بکنن که اصلا اسلام چیزی به نام سیاست نداشته و اسلام سیاسی را بعضی ها بعداً ساختن و اصل اسلام فقط یک دین عبادی است، یک عبادات انجام میدیم دیگه، تمام به نظام و به سیاست و به قانون و به این مسائل به اقتصاد دیگه ربطی ندارد، چون اصلا قانون سکولار همی است که جدایی دین از سیاست است، که این مسئله است که در وقتی که غربی ها در اروپا با کلیسا به مشکل خوردن این چیز به وجود آوردن و فکر کردن که با اسلام هم همین مسئله صورت میگیره، در حالی که این دو موضوع با هم کاملا جدا بوده. چنانچه در درس های سکولاریسم هم مفصل اینا رو توضیح دادم، در کانال عقیده ما وجود داره، میتونید گوش کنید، اونجا خیلی مفصل بحث شده. اما در این جلسه هم انشالله که ما دوران مکی و مدنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را یک مرور و بررسی بکنیم از لحاظ مسائل سیاسی، متوجه میشیم که این یک ادعای پوچ و بی اساسی است که میگویند که در اسلام چیزی به نام سیاست وجود ندارد، فقط مسائل عبادی است. اینا افرادی هستند که یعنی مثل که از خورشید انکار کنن همچین چیزی است، از روز روشن انکار کنن، که من بعضی از ادله حالا توضیح میدم برای شما در این جلسه. و دیگه ای که وقتی بحث سیاست مطرح میشه، بازم متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که باید سیاست در جزئیات خود در زمان مثل سیاست امروز باشه، در حالی که نخیر. سیاست هر زمان طبق شرایط همون زمان و مکان هست و من قبلا هم این تذکر دادم که سیاست دو دسته امور داره در سیاست اسلامی. یکی امور ثوابت داره که همیشه به جای خودش هست، مثلا عدالت یکی از قوانین سیاست است و همیشه باید باشه. سپردن وظایف به اهلش، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، الله دستور داده که امانات ها رو به اهلش بسپرید، وظایف را به اهلش بدهید. این مسئله کاملا ثابته، این تغییر نمیخوره، همیشه قانون باید باشه. و امرهم شورا بینهم، باید بر اساس مشورت و شورا باشد، باید حکم به ما انزل الله باشد. اینا همه چیزای ثابتی است، تغییر نمیخورن. اما بعضی امور هست، امور شکلیات و سیستم ها و اینها میتونه اینا تغییر بخوره، کم بشه زیاد بشه. اینا در هر دوری در هر زمانی طبق شرایط همون زمان و مکان چیزایی میتونه کم و زیاد بشه و لحاظا کاملا تمام مسائل سیاسی همه میتونه در داخلش نظام سیاست اسلامی داخل بشه بدون هیچ مشکلی، تا وقتی که خلاف شرع نباشد. خب محصولت حالا پس لحاظا شما دیگه این تصور رو نکنین که وقتی ما میگیم سیاست اسلامی یعنی به سبک امروزی، به سبک امروزی که در کل جهان در اون وقت هم نبوده، چون شرایط مکانی و زمانی متفاوت شد. خب شکلا فرق میکنه، چیز واضحی است، خیلی چیز روشنی است. متاسفانه بعضیا این مسئله رو درست درک نکردن. خب بیایم کتاب رو ببینیم و بعضی چیزها رو مرور بکنیم در کتاب، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. الدوله الاسلامیه فی عهد النبوه، دولت اسلامی در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک نکته اینجا دقت کنید، در بحث سیاست اسلامی 4 تا رکن و اساس ذکر کردن در کلا در سیاست. گفتن سیاست 4 تا پایه داره. یکی سرزمین هست، باید یک سرزمینی باشه که سیاستی باشد، تدبیر امور مردم بشود. اگر سرزمینی نبود که نمیشه دیگه، باید سرزمینی باشد. دوم باید که حاکمی باشد. سوم رعیتی باشد. رعیتی نباشه حاکم برای کیست؟ رعیت باشن حاکم نداشته باشن سیاستی وجود ندارد، بدون نظم و بدون نظام است، مثل همون نظام قبیله‌ای قبل از اسلام در شبه جزیره عرب. یا فرض کنیم بین سرخپوستا و اینایی که هیچ نظم و نظام و سیاستی ندارن، سرزمین دارن اما
رهبری ندارن، نظم و نظامی ندارن. دوم اینکه چهارم باید قانونی برایشان وجود داشته باشد، حکمی وجود داشته باشد. و در اسلام که نگاه کنیم همین هر 4 تا هست. هم سرزمین هست، از اول شروع شد روی سرزمین کار شد که میخوانیم انشالله. دومی که رعیت هم که وجود داره. سومی که حاکم هم وجود داشته، توضیح میدیم که حاکم بوده و تدبیر امور مردم انجام میداده از اول اسلام. و چهارم حکم هم که وجود داره دیگه، ان احکم بما انزل الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. همین سیاست کجاش دیگه نیست در اونجا. اگه منظور شما این شکلیات است، شکلیات طبق عصر و زمان تغییر میخوره. 200 سال پیش همین سبکی که امروز بعضی سیستم های سیاسی است در اون زمان نبوده. حالا بیایم بگیم که سیاستی نداشتن، سیاست داشتن. سیستم ها، شکلیات، دفاتر، دوائر، اینا میتونه تغییر بخوره، اینا قابل تغییر است در طول زمان. اساسات رو باید که دقت بکنیم. و در اسلام هر 4 تا بوده. اما شما در نظام در عیسی علیه السلام اینو نمیبینید. عیسی علیه السلام فرصت پیدا نکرد که نظام سیاسی ترتیب بده، نه اینکه نظام سیاسی رو قبول نداشت، فرصتی برای تشکیلش پیدا نکرد. لازم اینه سرزمینی برای او در اصل وجود نداشت. عیسی علیه السلام یک سرزمینی که بتوانن تمام پیروان عیسی علیه السلام مسلمانان در اونجا جمع بشوند، همچین چیزی وجود نداشت. پس رکن اولی سیاست در اونجا وجود نداشت که زمین باشه، سرزمین باشه. دیگه رعیت و حاکم و اینا کجا میتونست باشه؟ پس به این خاطر این 4 تا اساس علم سیاست که میخوانیم کاملا مطلب واضح میشه، روشن میشه که پس سیاست در اسلام بوده یا نه. حالا بیایم ببینید. همه شما میدونین که در اسلام در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 دور بوده، یکی دور مکی، یکی دور مدنی. و در دور مدنی سیاست دیگه به طور عملی کاملا کیان و اساس حکومت اسلامی ریخته شد، پایه های او کاملا مشخص شد که توضیح میده. اما در دوران مکی این چیز خیلی واضح نبود. در دوران مکی اصلا سرزمین وجود نداشت، چون درست مسلمانان در مکه بودن اما مکه به دست اونها نبود. مکه به دست ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و اونها بود، قدرت دست اونها بود، به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین نبود. پس به این خاطر سرزمین وجود نداشت که سیاستی داشته باشند. اما یک نکته است که در مکه چگونه سیاست بود. سیاست اگر به اعتبار عملی بگیریم که واقعا نظام سیاسی در مکه وجود داشته، نه اصلا وجود نداشت. در مکه وجود نداشت. اما تمهیدی، تبنایی، یعنی تبناهای حکومت اسلامی در مکه ریخته شد. در اونجا افراد که رعیتن تربیت شد، به جستجوی سرزمین شدن، زمین رو بسازن. حکمم که بود، حاکمم که بود. و آیات قرآن کریم، آیاتی که در رابطه با حکم است، در دوره مکی میبینیم نازل شده و در همون جا با مسلمان ها اونا متوجه میساخت شما باید یک کشوری داشته باشین، نظام سیاسی داشته باشین و قانونی داشته باشین. در همون جا این چیز تذکر میداد. و وقتی که در رابطه به شرک صحبت میکرد، مثل که شرک الوهیت و ربوبیت توضیح میداد، شرک در حکمم توضیح میداد. مثلا ببینیم بعضی از آیات رو خدمت شما نشان دادم. ببینید در سوره مبارکه شورا میخوانیم ام لهم، سوره شورا سوره مکی است. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا آنان شریکانی دارند که برایشان قانون گذاری کردند از دین آنچه را که الله اجازه نداده است؟ حالا اینجا بحث قانون گذاری رو مطرح میکنه که آیا این شریکایی هستند که بیان برایشان قانون گذاری کنن. پس یک نوع شریکی که بیا قانون گذاری کنه، بیا قانونی درست بکنه. و دیگه این که در قرآن کریم باز در سوره مبارکه یوسف میخوانیم که بازم مکی است. این الحکم الا لله. حکم نیست مگر از الله متعال. حکم یعنی دستور، یعنی قانون، یعنی نظم و نظام. قضاوت از الله متعال است. الله است که قضاوت میکنه، حکم میکند. و لحاظا بعداً باز در سوره های مدنی دیگه میایم صراحتاً دیگه میبینیم و من لم یحکم بما انزل الله در سوره مائده فاولئک هم الکافرون. ان احکم بینهم بما انزل الله، در بین آنان با آنچه که الله نازل کرده حکم کن. و مثل او خیلی آیات متعدد دیگر.
پس به این خاطر دوران مکی دوران تمهیدی معرفی میکنیم، دوران تمهیدی برای سیاست اسلامی، و دوران مدنی دوران عملی سیاست اسلامی. اینجا ببینید العهد المکی الفتره التمهیدیه، مدت زمان تمهیدی، دوره تمهیدی، فتره مدت زمان دوره. حالا توضیح میده. دولت اسلامی در عهد نبوت، در عهد مکی و مدنی خود امتدادی است برای دعوت انبیا و رسول. این یک نکته جالب دیگه میگه که دوران مکی و مدنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ابتدای سیاست در جهان نبوده، سیاست دینی، بلکه امتداد و ادامه بوده از دعوت انبیا علیهم السلام دیگر. این ادامه دعوت عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران است در منهج خود و دعوت خود به عبودیت الله تعالی در تمام مناحی حیات، در تمام بخش‌های حیات، نه اینکه فقط در بخش عبادی. صراحتا خب می‌بینیم که قرآن کریم در میاد داخل بشه در مباحث معاملات، مسائل اقتصادی. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهای خود را در بین خود با باطل نخورید، قمار نکنید. و مثلا احل الله البیع و حرم الربا، خرید و فروش رو الله حلال کرده، سود رو حرام کرده. اما امروز سیکولار میگه نه، اسلام به معاملات کار نداره، به اقتصاد کار نداره. چگونه کار نداره؟ صراحتا میگه احل الله البیع و حرم الربا. تو چی میگی ربطی نداره؟ پس لحاظ دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم تتمه و ادامه دعوت انبیای دیگه بوده. پس دعوت انبیا و رسول اتت، دعوت همه پیامبران آمد لتخرج الناس الی عبادت الله وحده، تا مردم را بیرون کند از عبادت غیر الله به عبادت الله وحده، و جعل منهج الحیات فی جمیع مجالات خاضعا لحکم الله تعالی، و اینکه تمام زندگی انسان ها را در تمام مجالات و بخش های زندگی تابع قانون الله بگرداند، تابع حکم الله بگرداند. و من هذه المجالات المجال السیاسی، یکی از این میدان ها میدان امور سیاسی است که باید تابع قانون الله باشند، نه تابع قانون غیر الله. و قد اتضح لقریش هذا الجانب، قریش کاملا این مسئله میفهمیدن که اگر ما پیامبر را قبول بکنیم تنها نیست که یک موضوع عبادی باشه، یعنی کلا باید تابع پیامبر بشیم. و به همین علت میگفتن این ادعای بزرگی داره، میخوای خود بزرگ بکنه، میخوای چنین بکنه، وگرنه یه موضوع عبادی می بود میگفتن خوبه عبادت هر کس میخواد به هر قسمی بکنه، ما حکومت به دست ماست. تمام ترس و مشکل اونها از مسائل چی نبود که ما قدرت خود در واقع از دست میدیم، شوکت خود از دست میدیم. عندما دعاهم خاتم الانبیاء و الرسل علیه الصلاه و السلام الی لا اله الا الله، وقتی پیامبر اونا رو به لا اله الا الله دعوت کرد، قریش دیدیم که قبول نمیکرد که عبودیت و حاکمیت برای فقط الله باشه، نمیپذیرفت. پس جانب سیاسی در دعوت پیامبر برای قریش و غیر قریش واضح بود، میفهمیدن که پیامبر به چی دعوت میده، نتیجه دعوت به کجا میرسه. عملا پیاده نشده بود، اما حرفها تعبناها ریخته میشد، بلکه حقیقت این امر واضح بود از اول آنچه که پیامبر وحی برایشون آمد. شما ببینید مثلا در روایت صحیح البخاری وقتی که خدیجه رضی الله عنها جریان را از پیامبر میشنوه و پیش ورقه ابن نوفل میره، و ورقه ابن نوفل نصرانی بوده، از زمان جاهلیت به انجیل می نوشته و چشمای او کور شده بوده. وقتی شنید این حرفا گفت این همان ناموسی است، یعنی همان ملکی است که وحی را به موسی نازل کرد. کاش یا لیتنی فیها جذعا، ای کاش که من در آن وقت قوی می بودم، لیتنی اکون حیا، کاش من زنده می بودم، اذ یخرجک قومک، آن زمانی که قومت تو را بیرون میکنن. پیامبر فرمود او مخرجیهم، آیا اینها ما را بیرون میکنن؟ گفت بله. لم یأت رجل قط، هیچ شخصی هرگز نیاورده است به مثل ما جئت بهی، به مثل آنچه که تو آوردی، الا عودیه، مگر اینکه مورد دشمنی قرار گرفته. حالا در اینجا که مورد دشمنی قرار گرفته چرا؟ لانه یأتی بمنهج للحیات، چون قانون زندگی میاره. تنها نیست یک موضوع عبادی، یک گوشه هر کس میخواد بشینه برای خود عبادت کنه. تمام میدانستن که نظام کل زندگی متحول میسازه و نظامی که مخالف نظام جاهلیت است. بارها در قرآن هم تذکر داده شده افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا قضاوت جاهلانه را میخواهند؟ در تمام مسائل، چی در جانب عقیدی، چی سیاسی، چی اقتصادی، چی اجتماعی، در هر کدام ببینیم قرآن دستور داده که حالا مفصل تر میبینیم. بلکه اینو ببینید در روایت صحیح البخاری زمانی که هرقل نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم به او میرسه، ابو سفیان رو طلب میکنه
قبل از اینکه ابو سفیان مسلمان شود، از حقیقت دین پیامبر و دعوت پیامبر اینا سوال میکنه. بعدن میگه، خب دقت کنید، فان کان ما تقول، اگر این حرف تو درست باشد، فسیملک موضع قدمی هاتین، این جای دو قدم مرا به زودی مالک خواهد شد. مالک خواهد شد. ببینید وقتی مسئله دینی باشه دیگه چی نیازی به این حرف بوده؟ تنها بحث دینی منظور ما عبادی است. اگه دین فقط موضوع عبادت می بود، میگه خوبه یک شخصی عبادت میکنه، به عبادت دعوت میکنه دیگه، به حکومت و به سیاست و اینا چی ربطی داره؟ لازم اینا کاملا به هم مرتبط هستن و او هم دقیقاً هرقل هم چیز فهمید و قول هرقل نتیجه فهم او لطبیعت هذا الدین بود. او دین میفهمید با مطالعاتی که داشت که تنها نیست که موضوع عبادی باشه و دین پیامبران علیهم السلام را آشنا بود. فهذا الدین اتی لیقیم الحیات و الدوله وفق منهج الاسلام، زندگی و دولت را همه باید بر وفق نظام اسلام بشود و همه بر اساس عدالت باشد، بر اساس روش درست باشد. و اینجا ای آیه مبارکه از سوره شورا باز آورده، شرع لکم من الدین، قانون گذاری کرده است برای شما از دین، ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک و ما وصی به ابراهیم. البته این آیه به نظر من خیلی دقیق نیست در این مورد. این آیه خیلی دقیق نیست. چرا؟ چون این گفته به نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام در حالی که اونا نظام سیاسی نداشتن. اینجا بیشتر مسائل عبادی و مثلا عقیدتی و اجتماعی و فرهنگی و اینا هست، اما امور سیاسی خیلی داری داخل نمیشه. حکم به ما انزل الله هست، اما اونها یعنی او فرصت در واقع پیدا نکردن، مگر اینکه بگیم که این به این دلیل به آیه استناد کرده که حکم به اونها دستور داده شده، فرصت عمل او در واقع نشده. پس منهج اسلام سیاسی، این که میگه اسلام سیاسی کلمه هم خیلی کلمه مناسبی نیست. چون وقتی میگه اسلام سیاسی چنین به ذهن القا میکنه که ما دو اسلام داریم، میگه اسلام سیاسیه که اسلام غیر سیاسی. نه خیر، ما اسلام یکی داریم و او اسلام در خود سیاست داره. اسلامی که سیاست در خود نداره او اسلام نیست. او چیزی که آمریکا برای خود ساخته، اروپا ساخته، سیکولارها ساختن، به اسلام هیچ ربطی نداره و بلکه ناقص کردن. بلکه در اسلام ما سیاست اسلامی داریم، اسلام داریم، در اسلام کتاب و سنت است و در کتاب و سنت سیاست اسلامی وجود داره. حالا بعضی نصوص رو بعداً می‌بینیم، نصوص صریح قرآنی است. اونا چی جواب می‌خوایم بدیم؟ زندگی حیات پیامبر چی تعبیری می‌خوایم بکنیم؟ حالا اصلا ممکن نیست. من تعجب می‌کنم که چگونه این نفر میگه پیامبر نظام سیاسی نداشته، اصلا در اسلام نبوده نظام سیاسی. می‌بینیم حالا. پس منهج سیاست اسلامی بگیم بهتر است، واضح بود از ابتدای وحی. و کل من سمع بهذا الدین، هر کس که دین میشنید میفهمید حقیقت دین را و خاصتا من آمده به، خصوصا کسایی که ایمان می آوردن. ولذا کان الاداء من قریش و غیره من قبایل العرب لهذا الدین، به همین علت بود که اونا خیلی دشمنی میکردن. البته مسائل چی هم بود، میراثی آبا و اجداد هم بود که مثلا ما دین پدران خود تگ نمی کنیم. این موضوع هم در قرآن بارها تذکر داده شده. اما مسئله قدرت هم بود که میگفتن ما این چیز از دست میدیم، قدرت میفته به دست اونها. لانه یاتی بنظام یسقط سائر الانظمه، میدیدن که این نظامی است که میآید و دیگه نظام ها رو از بین میبرد، نظام هایی که مخالف جاهلیتی که مخالف اسلام است. و لیس بمستغرب بعد ذلك، لذا خیلی عجیب نیست که قریش توحید الوهیت را انکار کند و توحید ربوبیت را اعتراف کند، قبول کند. چرا؟ چون در توحید الوهیت توحید حاکمیت هم میآید، نظام میآید، قانون میآید. در ربوبیت هیچ چیز نیست. در توحید ربوبیت فقط میگه رب هست خلاص. دقیقاً همون چیزی که امروز خیلی از سکولارها در بعضی بخش‌ها منظورشان همین است. ایمان یعنی که خدایی هست، تمام شد. اما با ما کار داره، نه، ما هر قسم دل ما می‌خوایم بکنیم الا در بخش عبادی. در همون بخش عبادی هم باز بیکار نمی‌نشینن، اونجا باز یک حرفایی دارن. والاتجاه السیاسی فی العهدین المکی و المدنی یجب ان یفرق. دقت کنید، اینجا همون حرفی که قبلا اشاره کردم، روش و منهج سیاسی در دو عهد مکی و مدنی واجب است که بینشان فرق گذاشته بشه. هر دو مثل هم نبودن. در بین وجود دولت اسلامی در مدینه وجود حکومت اسلامی که کیان مادی با عنوان یک اساس مادی، یعنی عملا مادتاً وجود داشت در خارج، عملا دیده میشد دیگه، تمام ارکان سیاست وجود داشت و کاملا
سیاست اسلامی محقق بود، وجود داشت. انما هاجر رسول صلی الله علیه و آله الی المدینه، وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردند و در بین منهج سیاسی اسلامی که در چی بود، الذي صاحب هذه الدعوه من بعثه الرسول صلی الله علیه و آله، من بعثه الرسول صلی الله علیه و آله، و بین او منهج سیاسی که از ابتدایی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد منهج سیاسی وجود داشت، اما نه عملا مادتا، بلکه تمهیدا، مقدماتی، فکری، توانایی مقدماتی کار میشد. و همچنین باید فرق گذاشته بشه بین نزول بعضی از تشریعات، بعضی از قوانین در اسلام زمانی که دولت اسلامی در مدینه چی شد، تأسیس شد، و بین وجود اصول و مبادی و منطلقات، یعنی قواعد و اساسات نظام سیاسی در عهد مکی. در عهد مکی اصول و مبادی و منطلقات، یعنی اساس قوانین و تحبناها ریخته شد، اما عملا وجود نداشت. در مدینه کاملا آیاتی نازل شد که دیگه عملا بحث سیاست شروع شد، یعنی کار عملی بود. و لحاظا و به همین علت ما بسیاری از سوره های قرآن کریم در دو قسم مکی و مدنی میبینیم که بحث حاکمیت بحث میکنه و تبینها و یه اساس و نظام سیاسی فی الاسلام. یک نکته اینجا توضیح بدیم. بعضی یک سوء استفاده هم اینجا میکنن، شاید شما به غلط بیاندازن، میگن ببینین اصلا این که شما حکم را در قرآن میگین ان احکم بما انزل الله و من لم یحکم بما انزل الله، حکم در اصطلاح قرآن میگن به معنی قضاوت است، نه به معنی سیاست. این حاکمیت، حاکم و اینها، این دیگه معنایی است، این به معنای سیاسی است، و حکمی که در قرآن آمده او به معنای قضاوت است. اما بحث به اینجا ختم نمیشه، این حرف خیلی دقیق نیست. حکم در باب قضاوت در اونجا به این اصطلاح نیست که بعد فقط قاضی باشه که به قاضی حکم کنه که حق به طرف این شخصه یا حق به طرف او شخصه، بلکه حکم به معنای لغوی و معنای عمومی خودش هست. باید قضاوت در تمامی امور طبق قانون کی باشد؟ الله متعال باشد. و نصوصی که در قرآن میبینیم خب همین میرسانه برای ما. وگرنه اگر سیاستی وجود نمی داشت چرا الله دستور جهاد میداد برای ما؟ و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. دستور جهادی که داده شده، جهاد بدون نیرو لشکر میشه، لشکر بدون کشور میشه، بدون نظام میشه. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه کلا اینا رو تنظیم کرد؟ چرا نامه نوشت به پادشاهان دنیا؟ اینا کارهای نظامی است، کارهای سیاسی است، یا کارهای چی فردی است؟ فقط کاملا کارهای کشوری است، کارهای در حد سیاست است و خیلی امور دیگر. توافق نامه نوشته، عهدنامه نوشته با دیگران. و به این خاطر در هر دو قسم سوره های مکی و مدنی ما میبینیم که بحث حاکمیت بحث شده و تبیین و اونا بیان کرده و یه اساس نظام سیاسی فی الاسلام. و از مقاصد قرآن ربط تشریعات و احکام و اوامر و مناهج بالعقیده هست. عموما در قرآن میبینیم که مباحث عملی، مباحث مثلا اخلاقی، مباحث اقتصادی، هر کدام میاره، باز بحث عقیدتی هم در ضمن او میاره. اینا رو به هم مرتبط میکنه. اگر ایمان دارید این کار را بکنید، اگر شما مؤمن هستید این کار را نکنید. و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی زیاد دارید، چون اصلا اینا مرتبط به عقیده هست. و تنشئه الامه علی حد الوحی، و امت رو تربیت کند بر هدایت وحی، فهو دستورها و منهجها، که وحی قانون مردم هست، قانون مسلمان هست و منهجشون است. و لحاظا یقال، به همین علت گفته می شود که عهد مکی لم تکن فی دوله من حیث الکیان المادی. اگر شما میبینید که گفته میشه در دوران مکی دولت نبوده، بله دولت عملی نبوده، اما تحبناهای او بوده، تحبناهای او ریخته شده. به مفهومی که در مدینه بود بله نبود. و یمکن اعتبار ما حصل من اعمال سیاسیه فی العهد المکی، در مکه اگر شما بعضی میبینیم که بعضی اعمال سیاسی صورت گرفته، اینها مقدمات قیام دولت بوده که بالفعل در عهد مدنی به وجود آمد، چنانچه بعدا بیشتر توضیح میدیم. و یمکن الاشاره بعد ایضاح ما تقدم، بعضی از توضیح آنچه که گذشت، بعضی چیزا رو گفته ما توضیح میدیم، بعضی از اعمالی که پیامبر در عهد مکی انجام دادن و کاملا اینا تحبناهایی بوده برای سیاست اسلامی. ما پیشتر گفتیم که در سیاست اسلامی 4 رکن است، در کل در سیاست 4 رکن است. یک رکن او چیست؟ سرزمین است و پیامبر صلی الله علیه و آله اول به فکر سرزمین بود. و لحاظا ببینید دستور دادن امر به هجرت به سوی حبشه، اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله از ماحول خود مطلع بود و مطلع بود که به کدام کشور باید
هجرت بشود و یاران خود مدیریت بکنه. اصلا همین خود مدیریت کسی خودش یک بخش سیاست است. سیاست یعنی تدبیر امور مردم. لذا پیامبر از ماحول خود مطلع بود و دستور داد که به طرف حبشه هجرت کنند. هجرت اول حبشه در سال 5 بعثت در ماه رجب صورت گرفت و این هجرت لم تکن الا اجراء موقتا. البته این یک اجرای موقتی بود که هدف او حمایت افراد مسلمان ها بود از اذیت قریش و از تجاوز آنها که پیامبر در اون عهد نمیتونست اونها رو منع کنه، جلویشون را بگیرد. پس گفت هجرت کنید. دوم این که پیامبر صلی الله علیه و آله برای اینکه سرزمینی برای حکومت اسلامی بیابد عرضه کرد رسول الله صلی الله علیه و آله نفس خود را بر قبایل. پیامبر نفس خود را بر قبایل عرضه میکرد و هذا العمل يعد من ابرز الاعمال في العهد المکی. از بارزترین اعمال در عهد مکی است برای یافتن سرزمینی. و هو محاوله لتوسيع نطاق الدعوه. کوششی بود برای اینکه به حساب نطاق کمربند دعوت را وسعت بدن، میدان دعوت را وسعت بدن و ایجاد ملاذ آمن لها، یک پناهگاه امنی برای خود بیابند. چنانچه در روایت سنن ترمذی، سنن ابی داود داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله نفس خود را عرضه میکرد در موقف در زمان حج، میگفت الا رجل یحملنی الی قومه، آیا کسی نیست که مرا حمل کند به سوی قومش؟ فإن قریش قد منعونی ان ابلغ کلام ربی. قریش مرا منع کردن که کلام پروردگار خود را برسانم. سرزمینی کسی هست از من دفاع کند، مرا به سرزمین خود ببرد، به قبیله خود ببرد تا من بتوانم کلام پروردگار را برسانم. و هذا العمل من النبی صلی الله علیه و این کار پیامبر، عرضه نفس خود بر قبایل، یعد صورة واضحة تؤكد بحث عن مکان آمن فی ارض العرب، که پیامبر به جستجوی یک سرزمین امنی بود، در جای امنی بود در سرزمین عرب تا اینکه رسالت پروردگار خود را برساند. بلکه طلب نصرت و منع از قبایل، همین که پیامبر طلب میکرد که از من دفاع کنید، منع دفاع، طلب یاری میکرد از قبایل، این کوششی بود لایجاد منطلقات آمنه تا اینکه اساسات و تهبناهای امنی پیدا کند برای دعوت اسلامی. و از مهمترین این منطلقات ایجاد الارض. اولین مسئله سرزمین پیدا بشه. او ما یعرف بالتعبیر سیاسی المعاصر، به تعبیر سیاسی امروزی، المحیط الاقلیمی. محیط اقلیمی یک منطقه، یک شهر، یک دیار، جایی پیدا بشه که در اونجا اساس سیاست در اونجا در واقع گذاشته میشه. البته یک نکته اینجا بگیم که بعضیا باز متاسفانه یک کار دیگه هم البته کردن. در باب سیاست آمدن سیاست را هدف قرار دادن. ما در دین مقدس اسلام هم موضوعات سیاسی داریم، هم عبادی داریم، هم اخلاقی داریم، اجتماعی داریم، اقتصادی داریم، هر کدام داریم. اما مقصد اصلی توحید و بندگی برای الله متعال است. این اصل است. اما مباحث سیاسی وسیله هست. هدف سیاست نیست. هدف پیامبر صلی الله علیه و آله نبود که با قدرت برسن، دولتی داشته باشن، شوکت و مکنتی داشته باشن. هدف این بود که کلام پروردگار به مردم برسد و مردم طبق قانون الله زندگی کنند. هدف اصلی این است. و لحاظا در باب سیاست بعضیا که سیاست را هدف و مقصد قرار بدن، این اشتباهی غلط است. یا قدرت را هدف و مقصد قرار میدن. قدرت، سیاست، نظام، اینا همه وسیله است برای اجرای احکام الهی. این رو باز توجه کنین که در باب سیاست باز افراط نشه. اینا رو ما توضیح میدیم. پس پیامبر تمام هدفش بود که سیاست بجاشه بیا ما فقط باید قدرت به دست بیاریم سیاست. نه، هدف اصلی سیاست نیست. سیاست وسیله است برای اجرای احکام الهی و تدبیر امور مردم طبق قانون الهی. هدف اصلی این است. پس اصل هدف چی میشه؟ اجرای احکام الهی و بندگی برای الله. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیگه اینا همه اسباب و وسایل است. سیاست وسیله است. خب الذي يكون السلطان السیاسی فی المسلمین، یک محیط اقلیمی پیدا بشه، جایی پیدا بشه که قدرت از مسلمان ها باشد و یقیمون علیه دولتهم، دولت خدا در آن اقامه کنند. و خب وقتی که دولت خدا را پاک کردن چه کار بکنن؟ فیتفرقوا الى الدعوه لدینهم، فارغ شدن برای دعوت به دین خود. اساس کار اون است. و الجهاد فی سبیله. و لحاظا بر همین اساس پیامبر خود عرضه کرد بر اقوام مختلف تا اینکه با مردم مدینه صحبت کرد و دو بیعت عقبه اول و دوم صورت گرفت. و اینا همه نتیجه چی بود؟ عرضه کردن بر قبایل. و نتیجه دو بیعت عقبه چی شد؟ رفتن به طرف مدینه.
پس لحاظ او تعبانه ها از اونجا همه شروع شد. و هاتان البیعتان ما هما الا نتیجه و ثمره من ثمار العمل سابق. این دو بیعت نتیجه و ثمره او کارهای قبلی بود دیگه که پیامبر نفس خود را عرضه میکرد بر قبایل. ان هاتین البیعتین کانتا اساس قیام دولت الاسلامیه. این دو بیعت اساس قیام دولت اسلامی در مدینه شد. و البذره الاولى لها، تخم اول این حکومت به اصطلاح اونجا کشت شد و گذاشته شد. و بالاخص خصوصا بیعت عقبه دوم دیگه که بر اساس او انصار با پیامبر بیعت کردن بر ایمان به الله و رسول و طاعت در معروف و بیعت کردن که از پیامبر دفاع کنن مثل که از زنان و بچه‌های خود دفاع میکنن. و بعدا هجرت به سوی مدینه. هجرت به سوی مدینه یعنی هجرت به سوی سرزمینی که در او اقتدار از خود مسلمین است. کان الامر بالهجرة الى المدینه نتیجه و ثمره للعمل السابق. البته این نتیجه کار سابق بود، دو بیعت عقبه. اگه اون نمیشد خب هجرت نمیشد. التي تحددت فيها ارض الدوله الاسلامیه، که در اینجا سرزمین دولت اسلامی دیگه مشخص شد. یثرب مدینه شد، مدینه سرزمین مسلمین شد، قدرت از مسلمین بود. و در احادیث صحیح داریم در صحیح البخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من در خواب دیدم که هجرت میکنم از مکه به سوی سرزمینی که در آن درختای نخل و خرماست. فذهب وحلی، فکرم رفت، گمانم رفت، پیامبر که غیب نمیدانست، به سوی اینکه منطقه یمامه یا منطقه حجر باشد. اما بعدا دیدیم که مدینه یا یثرب. كانت هجرت النبی صلی الله علیه و سلم من مکه الى المدینه مبدأ الفتره الثانیه. این هجرت ابتدای دور دوم شد از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم. ابتدای دور دوم یعنی دور مدنی. و دور مدنی کاملا از لحاظ عملی تفاوت‌هایی داشت نسبت به دور مکی. چرا اونجا شرایط دیگری بود، اینجا شرایط دیگری از عهد نبوت. اما اساسات تغییر نخورد. کلیات همو توحید بود، همو اخلاق نیک، همو به خوبی ها دعوت کردن، از بدی ها منع کردن. اما کیفیت ها فرق کرد. سیاست هم همچنین است، اصول تغییر نمیخوره، اما میتونه شکلیات و بعضی امور دیگه تغییر بخوره. طبق شرایط امروزی بیایم سیاست خود رو درست کنیم، اما اصول تغییر ندیم، اصل از بین نبریم. والتي عرفت بالعهد المدني فقد تكبرت بهذه الهجرة الدولة الإسلامية وأصبح لها كيان دولي. و در اینجا بوده که به حساب کیان یعنی اساس دولتی پیدا کرد، شکل و نظام دولتی پیدا کرد، چون کاملا سیاست اینجا هر 4 رکنش تکمیل شد. هم زمین هست، سرزمین هست، هم حاکم هست، هم رعیت هست، هم چه نظام و قانون هست. و مست الحاجه الى التشریع العملی. حالا میگه حاجت بود که قانونگذاری عملی هم بشه. قانونهای وجود داشت، قانونهای دیگری هم تا کامل بشود آمد. لحاظا در دور مدنی دیگه میبینیم خیلی احکام زیاد آمده. علی اتم سوالی، به کاملترین صورت خود. و علی ذلك، بنابراین پس فترت مکی یعنی دوره مکی به مثابه مرحله تمهیدی بود للفتره المدنیه، برای فترت دوره مدنی، مقدمه برای دوران مدنی بود، بلکه و تأسیس لها، بلکه اساس او بود دیگه. علامات میزا و چنانچه کامل توضیح دادیم. فقط تکونت فی الفتره المکیه، در دوران مکی ساخته شد، تشکیل شد هسته مجتمع، نواة المجتمع، هسته و اساس و تخم او در واقع تشکیل شد. اساس جامعه اسلامی از مو افراد کم و تقرر فی قواعد الاسلام الاساسیه، قوانین اساسی اسلام در بینشان کاملا جا افتاد، همه فهمیدن، افرادم تربیت شد. اما در دور دوم، دور مدنی، فقط فصل ما اجمله، تفصیل شد آنچه که مجمل بیان شده بود از قواعد اسلام در دور اول. و نزلت التشریعات، و قانونهای نازل شد، قانونهایی که دولت اسلامی جدید در شؤون عمومی و خصوصی خود به اون نیاز داشت، ضرورت داشت. و این ارتباط بین دوران مکی و مدنی واضح است برای هر کسی که مسیر دعوت اسلامی را تحقیق کند و تطورات و تحولات او را در عصر نبوت مشاهده کند، ببیند. و به همین علت بوده که قرآن کریم در طول 23 سال نازل شد، کم کم نازل میشد و در مراحل مختلف احکام مختلف به اساس نیازها و ضرورتها میداد. خب دور مکی تمام شد، میریم حالا باز به دور مدنی. و در دور مدنی میبینیم که حکومت اسلامی کاملا به پا شده و نظام اسلامی کاملا تشکیل شده و احکام آمده، قوانین آمده و خیلی از اموری صورت گرفته که غیر از این که او نظام حکومت اسلامی بدانیم دیگه چیزی ممکن نیست. و نمیدونم، تعجب میکنم که چگونه یک نفر امروز میتونه بیای بگه که پیامبر
نظام سیاسی در اونجا نداشته. نظام سیاسی نداشته، پس چرا نامه نوشته؟ پس چگونه نداشته که لشکرهای تشکیل میکرده با کشورهای دیگه در جنگ بوده. 30,000 نیرو در قصبه تبوک آماده میکنه، میره به مرز که 2 لک نفر به حساب 200,000 نفر از نیروهای رومانی ها حمله کرده به مرزهای مسلمین. اگر این حکومت نیست، نمیدونم حکومت چیز، حکومت 30,000 نیرو حکومت نیست هنوز دیگه. یعنی لشکر شهر دیاری دارن، چند شهر به دستشان است، نامه می نویسن، قاضی تعیین میکنه، والی تعیین میکنه، بعدا میخونه قومندان جنگ ها رو تعیین میکنه، همه منظم. اگه این دولت نیست، دولت سیاسی، پس چیه دیگه؟ قانون هم به هر کدام میده، این خوب است، این بد است، این کارو بکنید، این کارو نکنید. قانون جزا داره، کسایی که این کارو بکنن این جزا داده میشوند. حتی یهودی ها مراجعه میکردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از احکام خود. جزیه میگیره، حکومت داره جزیه میگیره از اهل ذمه، با اونا عهد و پیمان داره. حکومت اگر این نیست، پس حکومت چیست؟ از مردم مال و زکات را جمع میکنه، به فقرا و مساکین میرسانه، دخل و خرج و خزانه ای داره به اصطلاح. اما به شکل زمان خود، درسته به سبک امروزی نبوده، اصلا لازم هم نیست نبوده که به این شکل باشه. سیاست هر زمان طبق او زمان، اما به اعتبار سیستم های خود، به اعتبار شکل های خود، نه به اعتبار اصول اخلاقی خود. اصول اخلاقی و اصول اصلی که بر اساس نظام الهی باشد، اون سر جای خودش هست، او تغییر نمیخوره، اما شکلیات دیگر که تغییر میخوره دیگه. خب این بحث خیلی واضح و مفصل توضیح دادیم و بعدا ان شاء الله عهد مدنی در جلسه آینده مفصل خواهیم خواند و توضیح خواهیم داد عهد مدنی را. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند، در پناه خود داشته باشد و فهم صحیح از دین به همه من و شما عطا بکند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.